ای صبح شاهبانوی دلهای آذری، با تو دمیدن دلم احساس می شود. چون رس نورهای تو اندر تیریزم، چون غنچه ها چشم دلم باز می شود. ای صبح، ای فرشته خورشید و آب و گل، زر پرده نفس تو را بوسه میزنم. از تیرگی پناه ببرم سوی روشنی، با تار نور چادر امید میتنم. بله، صبح بخیر میگویم ای هموطن. صبح بخیر ای مردم سحرخیز دیار نازنینم. طلوع آفتاب تیره ماهی، دمیدن یک صبح نکدبار وطن بخیر و شادی باشد. این صبح زیبای وطن، صبح عاشقانه و عارفانه و شاعرانه را برایتان مبارکباد میگوییم. بله، این صبح نودمیده را با عشق و محبت، با لبخند زیبا و نیروی سازندگی و رسیدن به هدفها استقبال میگیریم. اگر میخواهید یک صبح شاعرانه و فرح‌آور داشته باشید، پس با برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان بمانید. امروز ما هیئت ایجادی برنامه از شعر و شاعری، عشق و محبت، صمیمیت و نکوکاری حرف خواهیم زد. بله، بخش های جالب، اطلاع تازه، مصلحت های مفید، سیر منظره های زیبا، رویدادهای علمی، تاریخی و ادبیات نیاگان را می توانید از برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان برداشت کرده باشید. و این لحظه برنامه خویش را با یک سرود بسیار دلنشین آغاز میکنیم. صبح بخیر ای هموطن. مبارک جشن آزادی مبارک، شکوه و فیض و آبادی مبارک، برای ملتی آزاده من، برای ملتی آزاده من، دلی گرم و همه شادی مبارک، آبادی مبارک. من جان فدای نام تو میشم وطنی من، قربانی خاکی پاکی تو میشم مهنی من. من جان فدای نامی تو میشم وطنی من، قربانی خاکی پاکی تو میشم مهنی من، خونی بدنی من. شوای عاقل و دل سوزم وطن، قدری تو را کنم وطن ای مادری عزیز. این روز و روز بعدی و هر روزم وطن، گل می کند امید من در زمین تو، انگشترین کل جهان را نگینی تو. زیبای وطن، یکتای وطن، من جان فدای نامی تو میشم وطنی من، قربانی خاکی پاکی تو میشم مهنی من، خونی بدنی من. امروز که ملتم سرفرازی میکند، با امن و با نشانه و با نامت وطن، شکرانه میکنم وطن ای مهنی عزیز، از آب و خاکی پاکت و از نانت وطن. چون مادری یگانه برایم عزیزی تو، با دانشات و شادی عالم نصیبی تو.
محبوب وطن عزیز وطن مبارک جشن آزادی مبارک شکوه و فیض و آبادی مبارک برای ملت آزاده من برای ملت آزاده من دلی گرم و همه شادی مبارک آبادی مبارک من جان فدای نام تو میشم وطنی من قربان خاک پاک تو میشم مهنی من من جان فدای نام تو میشم وطنی من قربان خاک پاک تو میشم مهنی من خونی بدنی من باری دیگر صبح یکایک شما بیننده ارجمند تلویزیون خطلان به خیر و شادی میگویم. چون در آغاز روز قرار داریم میخواهیم صحیفه های تاریخ رو ورقگردان کنیم و آگاه شویم که در این سنه چی رویداد و چی سرنوشت به وقوع پیوسته است. بله 22 سپتامبر در کشور ما تاجیکستان روز ابا عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک تجلیل کرده می شود. بله در همین سنه یعنی که 22 سپتامبر در سطح بین المللی روزی حمایت فیل ها قید کرده می شود. در این برابر در همین سنه در کشور بلغاریا ساکنانش جشن استقلالیت را تجلیل می کنند. بله بینندگان عزیز پیگیر بخش تقدیم روز باشید و از رویدادهای این سنه با خبر شوید. سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابا عبدالله رودکی 22 سپتامبر سال 1858 در دهه پنجرود وادی زرافشان به دنیا آمده است. سال 2007 در همین سنه اولین مرتبه در قلمرو تاجیکستان در شهر دوشنبه کتابخانه الکترونی افتتاح گردید. سنه 22 سپتامبر در جهان روزی بدون اتومبیل اعلان شده است. این سنه در اکثر کشورهای جهان به خاطر ترغیب طرز حیات سالم به واسطه پیاده‌گردی و دوچرخه سواری گذرانیده می شود. 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان یکی از عیدهای اکولوژی روز عمومی جهانی حفظ فیل‌ها را جشن می‌گیرند. 22 سپتامبر سال 2015 در شهر حصار مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت رسما افتتاح گردید. 22 سپتامبر سال 1955 در بریتانیای کبیر پخش تلویزیون تجارتی آغاز گردیده است. سال 1910 در همین سنه در انگلیا اولین هواپیما به فضا پرواز کرد. بیننده عزیز یادآور می‌شویم که امروز 22 سپتامبر روز دوشنبه است و آغاز هفته نو کاری میباشد. چون در آغاز یک صبح نخستبار میهن قرار داریم باری دیگر صبح شما بینندگان عزیز را بخیر میگیم و بگذار این صبح آغاز عملیاتی آرزوهای جدید شما گردد. این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستان مادر جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. بینندگان عزیز بخش نوبتی برنامه ترنم استقلال آماده پخش است.
سرزمین اطلسی و آهریم. ابجدی عشقم درودی خاوریم. میدهی درس مقامات دریم. تاجیکستان سبز مرز گلسیرشتم. نامه خورشید مهر سرنوشتم. دردها را چاره کن با کیمیایی. دزدها را ضربه زن با روشنایی. دشمنی را چیره شو با آشنایی. تاجیکستان سبز مرز گلسیرشتم. نامه خورشید مهر سرنوشتم. هم قدم با پیشگامان جهان شو. بی فسانه کوه سیمرغ آشیان شو. عشق را در 6 کرانه ترجمان شو. تاجیکستان سبز مرز گلسیرشتم. نامه خورشید مهر سرنوشتم. مرش حوریت سرا امروز و فردا. یشتی هویت سرا امروز و فردا. نغمه نصرت سرا امروز و فردا. تاجیکستان سبز مرز گلسیرشتم. نامه خورشید مهر سرنوشتم. روزی ما را فرعی خورشیدی توست. روحی ما را شوکتی جمشیدی توست. در دل ما فصل ادایی توست. تاجیکستان سبز مرز گلسیرشتم. نامه خورشید مهر سرنوشتم. چهار چیز مرا زاده را ز غم بخرد. تن درست و خوی نیک و کار نیک و خرد. هر آن که ایزدش این هر 4 روزی کرد. سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد. بیننده عزیز، بار دیگر یادآور می‌شویم که امروز دوشنبه 22 سپتامبر است و چون آغاز هفته نو کاری است و امروز در آغاز یک صبح قرار داریم، برای شما استراحت خوش و با فراغت را تمنا داریم. مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود. نبود دندان لابل چراغ تابان بود. سپید و سمرده بود و دور و مرجان بود. ستاره سحری بود و قطره باران بود. یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت. چی نحس بود؟ همانو که نحس کیوان بود. نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز. چی بود؟ منت بگویم قضای یزدان بود. جهان همیشه چو چشمی است گرد و گردان است. همیشه تا بود آیینش گردان بود. همان که درمان باشد بجای درد شود و باز درد همان کز نخست درمان بود. کهن کند به زمان همان کجا نو بود و نو کند به زمان همان که خلقان بود. بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. همه چی دانی ای ماه روی مشکین موی که حال بنده از این بیش بر چه سامان بود. به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو ندیدی آنگه را که زلف چوگان بود. بیار آن می که پنداری روان یا قوتی نو بستی و یا چون برکشیده تیر پیش آفتاب بستی. به پاکی گویی اندر جام مانندی گلو بستی. به خوشی گویی اندر دیده بی خواب خواب بستی. صبا هستی قدح گویی و می قطره سحاب است. طرب گویی که در دل
دعای مستجاب استی. اگر می نیستی همه یکسر دلها خراب استی. اگر در کالبد جان را ندیدستی شراب استی. اگر این می به ابر اندر به چنگال عقاب استی. از آن تا ناکسان هرگز نخوردندی ثواب استی. این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کاندرون نگری. همچو دریاست وز نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. بینندگان گرامی، این ادامه برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان است. مهمان برنامه ما هستند بهروز زبیب‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی و کارمند انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان. شما را به برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد. لطفاً بگویید چرا استاد ابوعبدالله رودکی را پدر شعر تاجیک و فارس میگویند؟ به اعتبار اینکه ابوعبدالله رودکی در زمانی که میزیست و در عصری که زندگی کرد، هم از نظر مضمون و هم از نظر شکل و هم از نظر تولید انواع گوناگون شعری در میان همعصران خود ممتاز و پیشتاز بود و هم از جهت حجم سروده هایی که داشت، طوری که بزرگان گفتند شعر او را برشمردم 13,100,000 یعنی 1,300,000 بیت سروده است. به همین اعتبار و با در نظر داشت این که او اساسگذار یک مکتب مکمل در ادبیات معاصر تاجیکی فارسی بود، همه بزرگان در سراسر قلمرو آریانای بزرگ او را به عنوان پدر شعر فارسی اعتراف کردند، زیرا هیچ شاعر دیگر همعصر او از نظر حجم، از نظر مضمون، از نظر فلسفه شعر در سطح و در مقام و در برابر رودکی قرار نگرفت. از این رو او نخست شاعر، سلطان شعرا و پدر شعر فارسی تاجیکی انا اعتراف گردید که این افتخار مردم ما هست که رودکی توانست که بعد از زبان پهلوی با همون زبان زیبا و شیوا و روان خود زبان تاجیکی فارسی و دری را در تمام قلمرو وسیع از فلات آریانا حاکم کند. تشکر زیاد استاد. این نظر می‌خواهیم اطراف میراث ادبی استاد صاحب‌قران که برای دوستداران علم و عرفان به میراث گذاشته است صحبت کنیم. بر اساس گزارش‌های سرچشمه‌های تاریخی طوری که ذکر کردیم، رودکی کسی بوده که در میان شعرای همزمان و همعصر خود بیشترین شعر را گفت از نظر مقدار که بیش از 1,300,000 بیت. اما متاسفانه بر اثر حوادث روزگار اگرچه آثار او مکمل به دست ما نرسیده است، بر اساس پاره ها و پارچه های باقی مانده او که بیش از 1000 بیت را تشکیل می دهد، محققان و ادبیات شناسان تشخیص دادند که شعر رودکی همچنان در صدر قرار دارد و او در نوعهای گوناگون شعر اعجاز کرده است. اصلا او در شعر تاجیکی فارسی قالب‌های نو را نیز ایجاد کرده است، هم در قصیده، هم در مثنوی، هم در غزل، هم در فرد، هم در بیت، که در آثار دیگر شاعران هم عصر او این گوناگونی ژانر دیده نمی شود. این یک. دوم، در شعر رودکی فلسفه بسیار مهم گنجانده شده است. سوم خصوصیت این است که شعر رودکی خصوصیت تعلیمی و لیریکی دارد، به دلها فرح می بخشد، هم مضمون بلند دارد و
هم از نظر شور و شعف و عاشقانگی بسیار شعری برجسته است و هم از نظر زبانی ساختار شعر رودکی بسیار ساختاری زیبا و جذاب و شیرین است. از این رو هست که هنوز هم با گذشت بیش از 1150 سال از زمان رودکی همچنان مردم ما شعر او را میخوانند و به هیچ مشکلی درک میکنند. وقتی شعر رودکی را ترنم میکنی تصور میکنی که همین بیت را یک شاعری عصر 21 تاجیکستان سروده باشد. این قدر ما از نظر لغوی و از نظر فرهنگی و از نظر صوتیات با شعر رودکی نزدیک و عجین هستیم که این پدیده در شعر و در ادبیات هیچ گونه قوم و خلقیت دیگر مشاهده نمی شود. و دیگر که از او کسی است که کلیله و دیمنه را به تاجیکی فارسی برگردان کرد و نام او از این لحاظ در شاهنامه فردوسی ذکر می شود و او همچنین یکی از شاعران است که برای شاعران بعدی حتی به مثل فردوسی الهام بخش بوده، هم از جهت نظریوی هم از جهت سبک شعری. بهوده نیست که ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه بزرگترین حماسه ملی خود نام او را به نیکی یاد میکند و میگوید که او کسی بود که دور آکنده تاجیکی فارسی دری را در جهان پراکنده کرد. بنابراین هم رودکی و بعد شاعران بعدینه بسیار از رودکی پیروی میکردند و شعر او نمونه برجسته برای همه شاعران محسوب میشد. چنانچه عنصری میگوید که غزل رودکیوار نیکو بود، غزلهای من رودکیوار نیست. یعنی این قدر شاعرای برجسته بعد رودکی به این شخصیت اعتقاد، ارادت و باوری داشتند. تشکر زیاد استاد. سبک شعری استاد صاحبقران از دیگر شاعران با چی فرق میکرد؟ سبک شعر رودکی همان سبک معروف خراسانی است. سبک بسیار ساده، روان که شبیه همین فواره ها و آبشاران را میماند و این سبک بیشتر سبک است که به طبیعت توجه میکند. سبک طبیعتگرا است. تصویر طبیعت، تصویر بشریت، تصویر زندگی به طور بسیار واضح و از طریق تشبیهات استعاره ها صورت میگیرد. مثلا و دیگر اینکه شعر رودکی در برابر این تصویرهای زیبا حکمت‌های بسیار خوب دارد. ابو عبدالله رودکی انا تبلیغگر حکمت و دانش در سرگه ادبیات ما بود. و او میگوید که دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است و مردم ما را به تفکر در طبیعت و در عالم تلقین میکرد. میگفت که این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کندرو نگریم، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. این بسیار حکمتی زیبا و ساده و قابل فهم است. دیگر اینکه رودکی کسی بود که در شعر خود فلسفه شادزیستی و شادکامی را برای ما تبلیغ میکرد. فلسفه شاد زیستن در برابر سختی های زندگی و در برابر مرگ که یک از پرابلم های کلان بشری بود، این را رودکی از فلسفه ایران باستان وام گرفته بود. بزرگان ما برای اینکه یک داروی اختراع کردند که مردم از مرگ نترسند و این دارویی که آنها پیشنهاد کردند شادزیستی و شادکامی بود که باید در برابر مرگ ما ایستادگی کنیم. وقتی که آدم از چیزی میترسد فعالیت های اجتماعی او کم می شود. برای همین فلسفه شادزیستی بسیار مهم است که مردم را زنده میکند، مردم امیدوار میکند، مردم با کمک شادی و خرسندی بر ترس غلبه میکنند.
بنابراین رودکی چی زیبا میگه که شاد زیبا سیه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد زامده شادمان باید بود و از گذشته نکرد باید یاد ابر و باد است این جهان افسوس باده پیشار هرچی بادا باد. چقدر فلسفه زیبا را او تبلیغ میکند که مردم در این مدت کوتاهی که انسان در این دنیا به سر میبرد باید به همین انگیزه زندگی کند، با شادی زندگی کند و به دیگران نیز همین شادی و طرب را منتقل کند. شما وقتی که در همین خیابان‌های شهرها قدم میزنید، وقتی که اگر رهگذران را چهره رهگذران را تماشا میکنید، اگر شهرشان شاد و بشاش باشد، در شما هم ناخودآگاه همین احساس شادی پیدا می شود. اگر که در چهره آنها یک نوع اثر غم و اندوه مشاهده کنید، ناخودآگاه تأثیر روحیه آنها بر شما هم کارگر می شود و شما هم افسرده می شوید. بنابراین رودکی بیهوده فلسفه شادزیستی را برای ما تلقین و تبلیغ نکرده است که بعدتر همین فلسفه در شعر حافظ بزرگوار تاکید میکند که عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. این که همه موجودات میرنده هستند، این فلسفه را از قدیم از میلیون سال پیش تمام بشریت میدانست، ولی میگه حالا که انسان به تو یک فرصت کوتاه داده شده است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز، یعنی خودت را، استعداد خودت را و توانایی های خودت را به نمایش بگذار که از تو به یادگار باقی بماند. موضوع و محتوای ایجادیات استاد ابو عبدالله رودکی تا زمان صاحب استقلالی محتوای خود را گم نکرده است. در این موضوع شما چه گفتنی ها دارید؟ ولی این بسیار نکته مهم است. طوری که ذکر کردیم، هم شکل شعر رودکی هم سخن رودکی تازگی و تراوت دارد و تا امروز همچنان پابرجاست، زیرا که آثار رودکی مثل یک سرچشمه است. آب که از سرچشمه می جوشد همیشه پاک و تازه و روان است و مردم دوست دارند که از سرچشمه همیشه آب نوش جان کنند و شعر رودکی به همین منزلت سرچشمه الهامی ما در طول تاریخ بوده است. یکم اینکه شعر رودکی برای ما در زمان استقلالی سرچشمه هویت بخش است و هویت از طریق زبان و آثار ادبی ظاهر می شود و ما خوشبختیم که بیش از 1000 سال پیش یک سرچشمه غنی هویت بخش داریم که هیچ گونه در طول تاریخ آکنده نشده است و از این منظر شعر رودکی در زمان استقلال راهنمای نسل جوان هم هست. دوم، از نظر بدیعیت شعر رودکی، سبک رودکی، روش رودکی، مکتب ایجادی رودکی باید برای ایجادکاران معاصر ما نمونه باشد. سوم، فلسفه را که رودکی در همان بامداد تاریخ برای ما شده است، هنوز هم برای دوران صاحب استقلالی ما مهم و با اهمیت است. همین فلسفه یکم گفتم که تبلیغ علم و خرد و دانش امروز هم لازم است و بسیار مهم است، یا تبلیغ شادزیستی بسیار مهم است. سوم این که رودکی نه تنها یک شاعر برجسته ما بود، بلکه او سرآمد اندیشه ملی در ادبیات ما به حساب می رود. ادبیات مثل یک اکسیژن است که وقتی که هوا هر قدر تازه باشد همان قدر سلامتی انسان برقرار می شود و ادبیات از یک ایدئولوژی است و وقتی که ما ایدئولوژی خود را از شعر رودکی، از فلسفه رودکی، از حکمت رودکی میگیریم، 100% برای زمان صاحب استقلالی ما این کمک خواهد کرد، چون اندیشه های ناب اجدادی خود ما هستند. سوم این که از نظر سرایش و سبک و ژانر که رودکی شعر سروده است، این هم میتواند برای شاعران معاصر ما نمونه گردد. ببینید که 1000
اند سال پیش رودکی چگونه غزل زیبا و روان می سرود. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد این باد، گوی مگر این باد همه از خوتن آید. نه نه ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، که این باد همه از بر معشوق من آید. چقدر سلاست، چقدر تراوت این غزل دارد. به این خاطر تمام شاعرای بعدینه اکثرا از رودکی پیروی میکردند. حتی حضرت حافظ از او پیروی میکرد، مولانا پیروی میکرد. به همان یک غزل بسیار طولانی دارد مولانا جلال الدین بلخی در پیروی همان شعر معروف رودکی بزرگوار که بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. این از شگفتی هایی که در شعر رودکی موجود است و برای امروز هم اهمیت دارد و راهنمای ما خواهد بود. تشکر زیاد استاد. میراث پرغناوت استاد ابوعبدالله رودکی و فرهنگ جهان و ادبیات جهان چی تاثیر میگذارد؟ جهانیان رودکی را همه اعتراف کردند. از زمانی که جمهوری تاجیکستان تأسیس شد و ما دارای جمهوری مستقل شدیم، توجه به رودکی به همه بزرگان گذشته ما زیاد شد و بار اول در تاریخ در سال 1958 1100 سالگی ابوعبدالله رودکی در همه جمهوری تاجیکستان ما در سطح بین المللی جشن گرفته شد که نقطهش مثلا در داستان جان شیرین استاد میرزا ترسنداده ذکر یافته است که او با مراجعت به همسرش میگوید که جشن شاعر رودکی را یاد داشتی در خانه مهمان، بیشمار مهمان از دور از نزدیک بود، عالم در خانه تاجیک بود. روس آمد ترک آمد در برد، دختر هندو نشست اندر برد. یعنی تمام دنیا را دعوت کرد تاجیک و جشن 1100 سالگی رودکی را جشن گرفت و دومین بار در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیز ما در سال 2008 میلادی جشن 1150 سالگی رودکی آن هم در سطح جهانی و در سطح باز بلندتر تجلیل گردید و سیاست های در زمان استقلال بخصوص تشبس های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوا معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در احیای فرهنگ گذشته و در زنده کردن نام بزرگان بسیار مؤثر است و سرچشمه همین اندیشه و احیاگری ما همین ابوعبدالله رودکی است که ما باید همیشه او نام او را زنده نگه داریم. تشکر زیاد استاد. شما همچون ایجادکار و برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان چه هدیه آورده؟ طبیعتا یک شعر تازه من درباره مقام رودکی همین شب ختم کردم که بار اول این شعر را تقدیم میکنم برای بینندگان تلویزیون ختلان. این هدیه از ما روشنفکران و زیایان شهر دوشنبه و ختلانیان عزیز. تشکر. شعر با نام مقام رودکی. رودکی افتخار عالم بود، شاعران را نخست آدم بود. شعرهایش روان و ساده و پاک، هر که خواند به جان کند ادراک. چامه‌اش موج میزند چون وحش، یا چنان آبشار آرام بخش. نام او مهر آل سامان است، شعر او شوکت خراسان است. با سخن مرده کرد بس زنده، دور آکنده شد پراکنده. در میستان جام ما ساقی است، پارسی و دری بدو باقی است. پهلویدان و پارسی گوهر است، در کلامش عذوبتی شکر است. یادگار است از او بس چامه، نام او ذکر شد به شاهنامه. سخنش چون عقیق و مرجان است، صفت شعر او فراوان است.
نور در خیطه خراسان بود، پدر حکمت درخشان بود. رودکی رودبار شعر دریست، سخنش اعتبار شعر دریست. چون دمید آفتاب استقلال، رودکی نیز شد بلند اقبال. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که مهمان برنامه ما بودند بهروز زبیب‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، کارمند انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. شما را بار دیگر به برنامه فرهنگی و فراغتی صبح خطمان خوش آمدید می‌گویم. تشکر. بینندگان گرامی، بخش‌های برنامه فرهنگی و فراغتی صبح خطمان ادامه دارند. از تو زبانی مادری، کادم هر یک سخن زهر است تو ما را زرگری. کادم یک شاعر است تو لفظ و الفاظی دری، به محابا به خطا به انتیا به داوری. رودکی را بر سری هر شاعر زیبت سری، میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. چی داریم هر یکی در ملک شعر اسکندری، به محابا به خطا به انتها به داوری. رودکی را بر سری هر شاعر زیبت سری، میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. گرچه ما داریم صد عاقل و اهل علوم، گرچه ما داریم فردوسی و مولانای روم، حافظ و سعدی و جامی و کمال و انوری، به محابا به خطا به انتها به داوری. رودکی را بر سری هر شاعر زیبت سری، میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. میسازد نامش بری در پایه پیغمبری. گر بر سر نفس خود امیر مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی.
بینندگان عزیز، بیاید این لحظه شاهد آن می‌گردیم که چگونه اشعار شاعر نوتکرار صاحب قران شاعران استاد ابو عبدالله رودکی در زمان صاحب استقلال ورد زبان هاست. جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بر تن تو جوشن است. گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک رهبر و قدم بینی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را. هزار بوسه دهم به سیحه نامه تو، اگر ببینم بر مهر او نگین تو را. به تیغ هندو بگو دست من جدا بکنند، اگر نگیرم روز من آستین تو را. اگرچه خواهش مردم که شعر باید گفت، زبان من بروی گردد آفرین تو را. دل تا کی همه جوی من را، چه داری دوست هرزه دشمن را. چرا جوی وفا از بی وفای، چی کوبی بیهوده سرد آهن را. ایا سوسن بناگوشه که داری، برشک خیشتن هر سوسن را. یکی زین برزنی ناراه برشو، که بر آتش نشانه ارزن را. دلی من ارزن عشق تو کوه، چه سایه زیر کوه ارزن را. ببخشا ای پسر بر من ببخشا، مکن در عشق خیره چون من را. بیا اینک نگه کن رودکی را، اگر به جان روان خواهی تن را. زیه فزوده جمال تو زیب و آرا را، شکسته سنبول زلف تو مشک سارا را. قسم بر آن دل آهن که از سختی، هزار طرح نهاده است سنگ خارا را. هزار بار خدا را شفیع آورم، که چون جز تو نشنوی حرف خدا را.
همه یادآور می‌شویم که امروز 22 سپتامبر است و روز زادروز شخصیت نوتکرار سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی است. بله، بیننده عزیز، بخشی که این لحظه آماده پخش است نام دارد چهره های ماندگار. مرحمت، بخش نوبتی برنامه ما رو تماشا کنید. ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. وزیر دانشمند امیر سامانی ابو عبدالله محمد جیهانی که خود یکی از جغرافی شناسان مشهور آن زمان بود، دانشمندان و عالمان مشهور زمان را جمع آورد و برای فعالیت پربار آنها شرایط مساعد فراهم نمود. در این زمان ابو علی سینا علم فلسفه ارسطو را زنده کرد و دانشنامه نوی طب جهانی را بنیاد گذاشت. وزیران بزرگ سامانی ابوالفضل بلعمی و پسر او محمد بلعمی برای مستحکم کردن موقع زبان تاجیکی خدمت‌های شایسته تاریخی کردند. با همت و تشبث بلعمی ثانی ترجمه و تفسیر اولین قرآن مجید به زبان مادری ما به وجود آمد. دانشمندان تاجیک در محیط سازگاری که مهیا شده بود با آموزش عمیق علم و دانش خلق‌های گوناگون عالم بخصوص یونان و ریم باستان، هند و چین قدیم پرداخته مهمترین آثار آنها را به زبان‌های عربی و تاجیکی ترجمه کردند که این همچنین باعث باقی ماندن آنها گشته است. خدمت بزرگ سامانیان در آن بود که آنها در برابر تأمین نمودن حیات آسوده کشور بر رشد علم و فرهنگ توجه خاصه ظاهر می‌کردند. بنیاد بیگزند ادبیات نوی تاجیک و فارس محض در همان دوره عصرهای 9-10 به دوش شاعری افتاد که با نام و تخلص ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از دهه دوردست پنجرود واقع در بالاب زرافشان ظهور نمود. میگویند که رودکی هنوز در آوان نورسی قرآن را از بر نموده با آموزش دیگر علم‌های معمول زمانش آغاز کرده بود. معلوم می شود که علم و دانش در آن عصر نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در مضافات کوهستان تاجیک نیز وجود داشته است. اشعار شاعرانی که تا زمان او سروده شده بودند و سرود و ترانه‌های محلی دهات و شهرک‌های کوهستان ذوق شاعرانه رودکی جوان را شاداب می‌گردانیدند. روحی وطن پرستانه دیوشتیچ که در قلعه‌های دستنورس کوهستان پناه یافته با مقابل اجنبیان دلاورانه مبارزه برده بود، در سیرت و تینت رودکی آزادمنشی و آزادپرستی را پرورش داده بود. سپس رودکی نورس چنان که در قطعه شعر گفته است، سوار و جوان و توانگر و نیکندیش با هزاران امید و آرزو راه شهرهای بزرگ را پیش میگیرد و با آموزش علم و ادب میپردازد. سالهای تحصیل و علم آموزی رودکی با شعر خود در بین مردم شعردوست و شعرپرور دیار خود به تدریج شهرت و آوازه پیدا میکرد. در نیمه اول عصر 10 اسماعیل سامانی بزرگترین چهره خاندان آل سامان حکمران مستقل قلمرو بزرگ ماوراءالنهر گردید. اما در سالهای اول حکمرانی او و پسرش احمد تأمین کردن رشد همه‌طرفه دولت آل سامان هنوز امکان نداشت. سال 914 تخت امارت به نصر ابن احمد 14 ساله رسید، اما حکمران واقعی دولت ابو عبدالله جیهانی دانشمند بزرگ و سیاستمدار توانا بود. جیهانی ساختار دولت را به نظام و ترتیب آورد و دانشمندان و شاعران نامدار را از سراسر کشور گرد نمود. محققان رودکی شناس بر آنند که رودکی نیز در همان دوره یعنی سالهای اول وزارت جیهانی به دربار آمده است. 30 سال دوره حکمرانی امیر سامانی نصر ابن احمد زمان شکوفایی و کمالات دولت سامانیان بود. همین 30 سال دوره پرمحصول و پربار دوره کمالات ایجادی رودکی نیز به شمار می رود، زیرا زمان آسایشته و رشد اقتصادی و سیاسی دولت سامانیان به رودکی الهام و نیروی ایجادی می بخشید. در آن روزگار در شهر و دهات قلمرو دولت سامانیان پیش از همه
таронаву сурудҳои шодиёнаву ошиқонаи рӯдакӣ вириди забонҳо буданд. ин шеърҳо ки бо забони соддаву равон ва тасвири эҳсоси поку наҷиби инсонӣ аз қалби шоир берун мешуданд, ба дили мардум ҷой мегирифтанд. از رودکی شیری روان آمد چو عمری جاویدان، از بو علی سینا رسید آهنگی دردی هر زمان، عمری ابد دریافتم از شاهنامه بی‌کسان، عمری ابد دریافتم از شاهنامه بی‌کسان، در آستانم آسمان در کاری سرتاجی کیان، در آستانم آسمان در کاری سرتاجی کیان، سامانیم سامانیم من تاجیکی ارمانیم، بعدی هزار عهدی کوهم بر برده رحمانیم، سامانیم سامانیم من تاجیکی ارمانیم، بعدی هزار عهدی کوهم بر برده رحمانیم. هرچی پریشانی گذشت از شوری پیشانی گذشت، با تیر دشمن آمدن چون قاتلی جانی گذشت، هر قوم بی فرهنگ بود افرنگ برد و جان را بود، هر قوم بی فرهنگ بود افرنگ برد و جان را بود، چون زنده کردم خویش را ایامی نادانی گذشت، من زنده کردم خویش را ایامی نادانی گذشت، سامانیم سامانیم من تاجیکی ارمانیم، بعدی هزار و صد هزار بر برده رحمانیم، سامانیم سامانیم
زمانه پندی آزادوار داد مرا. زمانه را چونکو بنگری همه پند است. بروز نیکی کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که بروزی تو آرزومند است. زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه، که را زبان نه به بند است پای در بند است. بار دیگر صبح یک شما رو به خیر و شادی میگویم. بیننده عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلام ادامه دارد. و امروز در برنامه مهمان داریم. مهمان برنامه ما هستند امرالدین یوسفی، دکتر علم‌های فیلولوژی. استاد عزیز، شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. و وابسته به ابو عبدالله رودکی میخواستیم اندیشه شما رو فهمیده باشیم. تشکر. ابو عبدالله رودکی را هم اسرانش و ادیبان من بعده همچون آدم الشعرا، سر شاعران، استاد و صاحب خران شاعری اعتراف کرده. کسایی مروزی، شاعر آخر اصل 10 و ابتدای اصل 11، استاد رودکی را استاد شاعران جهان نامیده است. رودکی استاد شاعران جهان بود. 100 از توی کسایی هرگز. و رشیدی سمرقندی ادبی اصل 12 نیز رودکی را سر شاعران نامیده است و میگوید که گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. و نظامی عروضی سمرقندی ادیب اصل 12 و صاحب کتاب مشهور 4 مقاله، رودکی را هم صاحب قران شاعری و هم استاد نامیده است. و آنجا که در کتاب خویش درباره شاعران سامانی صحبت میکند، می نویسد که کان کس که شعر داند که در جهان صاحب قران شاعری استاد رودکی است. شهرت استاد رودکی نه تنها در سمرقند و بخارا، بلکه در قلمرو خراسان بزرگ مشهور بود و شعر او را همه زمزمه و از او پیروی میکردند. و چنان که خود استاد رودکی در قصیده حالیه شکایت از پیری درباره خویش میگوید: شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت، شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود. و باید بگویم که پیش از رودکی شاعران نیز کم نبودند که شعر نغز فارسی می نویستند، ولی نه از پیشگذشتگان و از معاصران کسی برابر او در شعر شاعری نبود. خدمت بزرگ و بی‌شایبه رودکی در ادبیات ما آن است که او در نوع‌های گوناگون شعری، قصیده، غزل، رباعی، قطعه و مثنوی و مضمون‌های گوناگون شعری از قبیل مدح، رثا، عشق، خمریه، حالیه و حتی حماسی شعرهای آفرید که از روزگار خود او تا به امروز نمونه عبرت می‌باشد. بر همین اساس بر حق او را اساسگزار ادبیات فارسی دری و بنیادگذار آن نامیدند. سلامت باشید. تشکر زیاد. واقعا هم استاد ابو عبدالله رودکی با اون ایجادی کرده خود، با اون آثار گرانبهای خود توانسته است که دل جهانیان را به خود جلب کند، به میراث خود جلب کند، به آثار خود جلب کند. امروز که در جمهوری تاجیکستان 22 سپتامبر همچون روز رودکی تجلیل می‌گردد، می‌خواهیم وابسته به تاریخ تجلیل همین جشن اندیشه بیان می‌کردید. سلامت باشید. و شما درست فرمودید، زیرا روز رودکی در جمهوری تاجیکستان تاریخچه دارد. اولین مراتبه با ابتکار 2 دانشمند تاجیک، حامد بقازاده و طارق الذهنی، هنوز سال 1925 به کمیسریت ناظران معارف جمهوری شورای مختار تاجیکستان نامه نوشته. با آنها در مسئله هزاره رودکی، جشن گرفتن هزاره رودکی نامه اصرار کرده بودند و ضمناً در همونجا قید شده بود که باید در تاجیکستان روز رودکی جشن گرفته شود و برای این روز یک روز علاهیده برگزار گردد. و از سال 1926 با قرار
شورای ناظران معارف جمهوری همان وقته تاجیکستان روزهای 23 و 24 مارس که سال 1926 بار اول در تاجیکستان روز رودکی تجلیل کرده شد و بعداً وقتی که درباره 1100 سالگی رودکی سال 1955 قرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید، از همان وقت رودکی شناسی در تاجیکستان وسعت بیشتر پیدا کرد. ولی قبلا از این هم اولین مراتبه در جمهوری تاجیکستان اساسگذار ادبیات معاصر آن استاد بزرگوار صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک بار اول درباره ترجمه حال و روزگار آثار احوال شاعر هم چندین صحیفه را بخشید، بعد از شعرهای او چند نمونه آورد و بعدا سال 1940 با نام قبر رودکی نیز مقاله نوشت. به یکی از خدمت‌های ارزنده استاد عینی در آن است که با تشبث او و ابتکارات او قبر استاد رودکی شد یافت شد و یکی از آرامگاه‌ها و زیارتگاه‌های ادبی مردم تاجیک و فارسی زبان میباشد. و بعدا سال 1970 در اکادمی علم‌های تاجیکستان هر سال سالانه استاد رودکی نیز تجلیل کرد که این 4 سال را در بر میگیرد و از سال 1988 در کافدره ادبیات تاریخ که دانشگاه ملی تاجیکستان محفل رودکیخوانی آغاز شده است که 37 سال باز این جانب دوام دارد و سال 2002 با قرار شورای مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان در روزهای عید تغییر لایحه وارد شد و 22 سپتامبر همچون روز رودکی اعلام کرده شد و سال 2003 با تشبث رودکی شناسی نامی دانشمند برجسته تاجیک استاد رسولخان هادی زاده بنیاد رودکی تأسیس داده شد که تا امروز در تاجیکستان فعالیت میکند. و همچنین باید بگویم که در تاجیکستان رودکی شناسی یکی از سمت‌های مهمی ادبیات شناسی بوده. در تاجیکستان هم اشعار رودکی و هم تحقیق احوال آثار او به انجام رسیده است که میتوان از کتاب‌های استاد شریف جان حسین زاده با نام سخنسرای 5 رود، میخائیل زند صاحب قران شاعری استاد رودکی، اکادمیک عبدالغنی میرزایف ابو عبدالله رودکی و انکشاف غزل در عصرهای 10 و 15 استاد علاخان افسحزاد آدم الشعرا رودکی و میرزا ملا احمدوف رودکی و رودکی شناسان و استاد عبدالنبی ستارزاده از رودکی طلایق کتاب‌هایی میباشند که درباره پهلوهای گوناگون شعر اصیل فارسی که پایه‌های ادبیات اصیل ما را در اصل هنوز در اصل 10 استاد رودکی گذاشته بود بحث‌های علمی می‌آورند و کتاب‌های واقعاً شایسته و بایسته نشر کردند که امروز رودکی را ما توسط همین کتاب‌ها می‌شناسیم و احترام می‌کنیم. سلامت باشید دوستان عزیز. واقعاً رودکی در هر ژانری که قلم کشیده است موفق شده است و سربلندانه از عهده‌اش برآمده است و نمون آثار پرغناوتی که امروز و ما به میراث است و ما از آن مطالعه می‌کنیم و بهره‌ور می‌گردیم بسیار دلنشین است، بسیار عامه‌فهم است. وابسته به زبان ایجاد استاد رودکی می‌خواستیم فکر اندیشه شما رو فهمیده باشیم که چگونه استفاده شده است که امروز هر شعر و هر غزل را که مطالعه میکنیم پورا عامه‌فهم است و بدون لغت ما درک معنی اون شعر میکنیم. تشکر. رودکی اولین شاعر بود که شعر را هم از لحاظ معنی و هم از لحاظ لفظ به حد کمال خود رسانید و شعر او سبک شعر او با نام سهل ممتنع مشهور است، یعنی گفتنش آسان ولی نوشتنش بسیار دشوار است و زبان رودکی زبان امروزه ما است. مثلا رودکی میگوید که چمن عقل را خزان اگر گلشن عشق را بهار توی
عشق را پیامبری لیکن حسن را آفریدگار توی. همه این کلمه هایی که استاد رودکی در شعر خود استفاده بوده است امروز هم هر یک تاجیکی عامی میفهمد و بزرگی شعر رودکی در همین است که با زبان خلق با زبان مردم صحبت میکند و شعر رودکی از طبیعت گرفته شده. سرچشمه شعر رودکی طبیعت ناتکرار وطن محبوب ما می باشد. وزن رباعی گفتند به رودکی اولین شخصی است که وزن را در شعر ادبیات فارسی تاجیکی به تنظیم درآورد، نقص‌های آن را برطرف کرد. ببینید مثلا میگوید که به روی تو خورشید جهانسوز نباد، هم به تو چراغ عالم افروز نباد، با وصل تو کس چو من بدآموز نباد، روزی که نبینم تو را آن روز نباد. ببینید چقدر عادی، آسان، بامفهم و میگوید که گویا که شاعر همین رباعی را در زمان ما گفته باشد و این رباعی اهمیت خودش را برای آن زنده نگاه داشته است که در آن کلمه ها و واژه های ناب امروزی تاجیکی استفاده شدند و آن ما را به شعر و شعریت ادبیات گذشته و پرغناوت ما جلب میکند و در عین زمان رودکی را همچون شاعر بزرگ که ابوالفضل بلعمی وزیر دانشمند زمان سامانیان گفته بود رودکی را در عجب و عرم همتای نیست را ثابت می‌سازد. بله. و مثلا در رباعی دیگری میگوید که آمد بر من کی یار کی وقت سحر، ترسنده ز کی ز خصم خصمش که پدر، دادمش تو بوسه بر کجا بر لب تر، لب بود نه چه بود عقیق چون بود چو شکر. پندهای رودکی تا زمان ما اهمیت خود را گم نکردند. مثلا او درباره دانش میگوید که تا جهان بود از سر آدم فراز، پس نبود از راز دانش بی‌نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند. تا به سنگ اندر همه بینگاشتند، دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد برتنی تو جوشن است. و پندهای دیگری مثل آنی که برفض تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را بکار آید. امروز هم هر کس که به یک حادثه روبرو می‌آید این بیت بزرگ رودکی، یک پند جاودانه رودکی که مثل دردانه ها از طول عصرها از زیر خاک مثل طلا تابش میکند میدرخشد و به ذهن کس میآید. بنابر همین رودکی را ما میتوانیم با تعبیر دیگر شناسنامه ملت تاجیک و ادبیات تاجیک نامند. و امروز رودکی وقتی که رودکی میگوییم ملت تاجیک، ملت کهن بنیاد و کهن سال و تمدن آفر تاجیک پیش نظر می آید و ما افتخار داریم که در سرزمین ما واقعا پدر شعر فارسی رودکی به دنیا آمده. تشکر زیاد. واقعا هم اون آثار گرانمایه‌ای که امروز از استاد رودکی به ما به میراث مانده است سرتاپا پند است، حکمت است، تربیه است، خودشناسی ملی است و ما را می باید که از همین آثار پرغناوت استاد استفاده ببریم و سطح جهانبینی خود را، سطح دانش خود را وسیع نماییم. می گفتید که استاد ابو عبدالله رودکی نماینده کدام سبک بود و در کدام سبک ایجاد کرده است؟ وقتی که من بیت رودکی را خواندم که او شاعر خراسان بود از قصیده حاله شکایت از پیری و وقتی که رودکی را ما همچون اساسگذار و پایه‌گذار ادبیات فارسی تاجیکی میشناسیم باید بگوییم که سبک رودکی سبک خراسانی بود و سبک خراسانی چنان سبکی است که در خراسان پیدا شده است و اساسگذار آن استاد رودکی می باشد و چنان که گفتیم که آن سهل و ممتنی است، یعنی در گفتن شعر آسان می نماید به نظر ولی نوشتن آن بسیار دشوار است. و بعد از رودکی در ادبیات فارسی سبک عراقی، سبک هندی به وجود آمد که اینها در رشد من بعده ادبیات ما را در اساس سبک خراسانی به وجود آمده است که استاد رودکی آن را پایه‌گذاری نموده است و سبک خراسانی از آن جهت آن را چنین مینامند که آن به زبان خیلی روان، سفته
با تشبیه ها و تصویرهای ساده رنگین و مضمون های عالی منعکس می‌گردد. مثلا رودکی میگوید که با 100,000 مردم تنهایی، به 100,000 مردم تنهایی. می‌بینید چون آب روان است، تنها یک کلمه تغییر یافته است، ولی سبک فردی رودکی از همینجا معلوم است. و شاعران همعصران رودکی و شاعران بعدینه نیز و این سبک‌ها تا عصر 13 تا شعر فارسی تاجیکی به سمت تصنع و تکلف گراییدن پیروی کردند و حتی در زمان ما مثلا شاعران زیاد به مثل استاد رودکی بویجوی مولیان را تتبع کرده است که این زنده بودن سبک خراسانی را در ادبیات ما نشان می‌دهد. ذکر یک نکته بسیار مهم است که در زمان استقلال آموزش تحقیق و احوال روزگار استاد رودکی وسعت یافت و یکی از همین گونه تشبس‌ها با راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2008 انجام گرفت که در همین سال 1150 سالگی استاد رودکی در زادگاهش، یعنی در دهه رودکی 5 رود برگزار گردید با قرار یونسکو و در سطح بسیار مطلوب عالمان بزرگی رودکی شناس به تاجیکستان آمدند و رودکی را بار دیگر هم اشعارش و هم تحقیقات خیلی زیادی در همین سمت انجام یافت که من مثلا میتوانم از کتاب استاد اعلیخان افسحزاد آدم شعرا رودکی حسنم که یکی از تحقیقات های آخرین در سمت رودکی شناسی می باشد و سال گذشته هنگامی که رودکی را در تهران همایش علمی برگزار کردن با نام تاجیکستان و ایران رودکی با جایگاه آن، بنده کمترین به خط فارسی برگردان کردم که آن در تهران نشر شد و همچنین در سال گذشته من با همراهی دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات که به نام رودکی دکتر علم‌های فیلولوژی فرنگیش شریف زاده اشعار بازمانده رودکی را با 2 زبان و 3 خط، زبان فارسی، تاجیکی و انگلیسی با نام جوی مولیان چاپ کردیم که در کنفرانسی که با تشبس سفارت جمهوری تاجیکستان در انگلستان برگزار شد نشر و توزیع گردید و با شماره 1000 نسخه چاپ شد که از طریق دوستداران ادب و دوستداران کلام رودکی بسیار خوش پذیرفته شد و شعر رودکی را برای آن نام او را میبرند که هنوز 500 سال پیش مولانا عبدالرحمن جامی در بهارستان خویش می نویسد که رودکی آنکه دور همه سفتی مدح سامانیان همه گفتی نام او را که می برند امروز هست از آن شعر انجمن افروز و واقعا هم شعر رودکی شعر انجمن افروز است و یک شاعر معاصر تاجیک سرمد میگوید که ضمیر رودکی کانی سخن بود، کلامش ثروت و گنج وطن بود، ادو گرگوهر چشمش ره بودی، همه شعرش چراغ انجمن بود و واقعا شعر رودکی شعر چراغ انجمن تاجیکستان است، شعر زنده است، شعر امروزی است و نام رودکی را محض همین شعر از زنده نگاه داشته. سلامت باشید دوستان عزیز، جهانی سپاس میگوییم جهت ابراز چنین اندیشه ها و تمنای آن را میکنیم که بگذار کاخ سخن و کاخ شعر و کاخ انهمان ابیات استاد عبدالله رودکی پاینده باشد و همیشه روح استاد گرامی باد و بار دیگر شما را به برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختنان که امروز ادانه است خوش آمدید میگوییم. تشکر. بیننده عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که این لحظه ها در برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختنان مهمان ما بودند امریدین یوسفی دکتر علم های فیلولوژی. ما را همراه باشید، برنامه ما ادامه دارد. این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کاندرون نگری، همچو دریاست وز نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری.
باری دیگر صبح شما عزیزان را به خیر و شادی میگوییم و یادآور میشویم که ادامه برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان است، چون امروز زادروز یکی از شخصیت‌های بزرگ، متفکر برجسته، استاد شاعران ابو عبدالله رودکی است. بیشتر اطراف حیات و فعالیت ایجادی استاد ابو عبدالله رودکی برایتان معلومات میدهیم. بله، استاد رودکی از زمره شاعران بزرگ است که در زمان خود با کلام ناب و نوتکرارش شهرتیار گردیده بود و امروزها اشعار این شخصیت نوتکرار ورد زبان هاست. بله بیننده عزیز، بخش نوبتی برنامه منظور شما میگردد، پذیرا باشید. آن کس که شعر داند داند که در جهان صاحب قران شاعران استاد رودکی است. استاد ابوعبدالله رودکی در تاریخ ادبیات فارس تاجیک یکی از شخصیت‌های برجسته، یکی از شخصیت‌هایی هست که پایه نظم فارس تاجیک را به درجه اعلا، یعنی به عرش اعلا برداشته است. از استاد ابوعبدالله رودکی به ما بسیار اثرها و ایجادیات گرانبهای باقی مانده است که امروز ما به نسل نورس می‌آموزیم. هر یک مصرعی که ایجاد کرده است تاثیر آن به جوانان امروزه خیلی زیاد است. موضوعهای اساسی ابوعبدالله رودکی پند و اخلاقی، دوستی، محبت به وطن، احترام به ملت و گذشتگان و اجدادان خویش می باشد. از این رو پیشوای معظم ملت نسبت ادبیات و کتاب و ساحه معارف که احترام خاص دارد، محض گرامی داشت رودکی را در جمهوری تاجیکستان گذاشته است که امروزها به خاطر گرامی داشت شخصیت برجسته ادبیات کلاسیک یک قطار کوچه و خیابان‌ها دانشکده ها به نام او گذاشته شده است که این برای ما بسیار افتخار می باشد. ابوعبدالله رودکی به جوانان و جوانمردان تاکید نموده است که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گوی مگر آن باد همی از خوتن آید، نی ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همی از بر معشوق من آید. ای ترک کمر بسته چنانم ز فراقت، گویند قبای تو مرا پیرهن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بکوشم صنما نام تو بر خلق، تا نام تو کم در دهنی انجمن آید. با هر که سخن گویم و گر خواهم و گر نی، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. بخندد لاله بر صحرا به سان چهره لیلا، بگرید ابر برگردان به سان دیده مجنون. ز آب جو هر ساعت همه بوی گلاب باید، در و شسته است پنداری نگاه من رخ گلگون. گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری. امروز واقعا برای ما ملت تمدن آفر تاجیک باعث خرسندی و سربلندی است که زیر صلح و سوای وطن عزیزمان، زیر دستور و سپارش‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عمر به سر برده ایستاده ایم.
زمان رودکی بگذشت و طی شد، زبان رودکی هرگز نمیرد. بله رجب، بله. سال 858 سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی چشم به عالمی هستی شده است. استاد رودکی از زمره ستاره درخشان عالم علم و عرفان است که با چکیده های خامش دل دوستداران ادبیات را تسخیر کرده است. بله، نقش استاد ابو عبدالله رودکی در شناخت اصالت ملی، در رشد و تکامل زبان فارسی تاجیکی تا به درجه بزرگ است که کلام ناتکرارش گاه به نام زبان رودکی یادرس می شود. بیننده عزیز، سیوژت نوبتی برنامه ما وابسته به حیات و فعالیت استاد زنده‌یاد صاحب قران استاد ابو عبدالله رودکی آماده گردیده است که منظور شما می گردد. آسمان صاف و بی‌غبار ادبیات را ستاره‌های درخشان روشن می‌کنند که در تحکیم و رشد و پیشروی ادبیات فارس و تاجیک سهم نظرش گذاشتند. نور جهانگیری علم و ادبیات، وجود پر از گنج و خیرت و فضل و حکمت، علامه شرق، استاد شاعران، اساسگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس، شاعری توانا ابو عبدالله رودکی از زمره چنین اختران درخشان ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس است که با ایجادیات رنگین و پرحکمت امثال خورشید در جهان علم و عرفان نورافکنی دارد. ایجادیات رودکی را بیشتر نظم تشکیل می دهد. کلیات رودکی از غزل، قصیده، قطعه، رباعی، دوبیتی، داستان، مخمس، مصمت و دیگر ژانرهای نظمی عبارت بوده قصیده های مادر می و شکایت از پیری در ادبیات مقام مخصوص را کسب کردند. ایجادیات دیگری استاد رودکی با نام های سیمباد نامه، کلیله و دیمنه، دوران آفتاب، بویجوی مولیان و غیره ها شهرت دارند. متاسفانه اشعار استاد رودکی به طور کامل به دوره ما نرسیده است. استاد ابو عبدالله رودکی سال 858 در دهه پنجرود چشم به دنیای هستی باز نموده است. علم‌های زمانه‌اش را به کلی آموخته یکی از ناموران دوران خویش گردیده است. رودکی در دربار شاه عمر به سر می برد و محض همین دانشمندی و نکته فهمیش بود که آبرو و اعتبار خاصه و شهرت زیاد داشت. استاد ابو عبدالله رودکی یکی از شاعران بزرگ و برجسته یا اینکه سیماهای برجسته ادبیات کلاسیک فارس تاجیک به شمار می روند. نقش رودکی در رشد ادبیات فارس تاجیک خیلی کلان است. چطوری که از سرچشمه‌های علمی ادبی برمی آید، رودکی یکی از نخستین شاعران فارسیگوی صاحب دیوان بود. محض خدمت‌های اولین درجه رودکی در زمان خودی زندگی رودکی در دولت سامانیان عیان بود و دولت سامانیان خدمت‌های استاد رودکی را به نظر گرفته او را بعد ملک شعرای دربار یا اینکه صاحب قران شاعری گفته عنوان دادند. رودکی شعر گفته است شعر ساده، شعری که پر از فصاحت و بلاغت است. شعر رودکی را اگر امروز ما قیاس نماییم، هرچند که رودکی 10 یا 11 عصر پیش با این زبان ساده شعر گفته است، ولی امروز نیز ما همان معنی، همان سخن، همان چکامه را میشنویم. اگر به مثال عادی گیریم، رودکی در جایی گفته است که گر بر سر نفس خود امیر مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. امروز نیز این شعر رودکی خواننده خود را دارد، چون که به هر کسی که از هر کسی که پرسان میشویم شعر مشهور رودکی کدام است، حتما گر بر سر نفس خود امیر مردی را به زبان میارند، چون که رودکی در زمان خود شعر را
ба дараҷаи олӣ бардошт ва ҳама аз хизматҳои рӯдакӣ дар он буд ки рӯдакӣ ҳанӯз дар замони зиндагиаш дар давлати Сомониён забони тоҷикиро ба як мақоми баланд бардошт, яъне ки забони тоҷикӣ маҳз бо хизматҳои устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар замони Сомониён ба як мартабаи баланд расида буд. хизмати дигаре ки устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар рушди инкишофи адабиёти форс-тоҷик кардааст, ин асос гузоштан ба сабки хуросонӣ мебошад ки Рӯдакӣ ҳама шеърҳояшро дар сабки хуросонӣ навишт ва дигар шоирон низ ба ӯ пайравӣ карданд ва Рӯдакӣ ҳамчун як мактаби шеърӣ барои шоирони минбаъда эҷод намуд, ташкил кард. аз сарчашмаҳои илмӣ адабӣ ё тазкираҳое ки дигар шоирон навиштаанд бармеояд ки Рӯдакӣ яке аз нахуст шоирон буд. ҳам шоири дарбор буд ва ҳам шоире буд ки масалан эҷодиёти пурғановати офарида барои мо ба мерос гузоштааст. дар ашъори Рӯдакӣ ақидаҳои ахлоқӣ, ақидаҳои ватандӯстӣ ки инсонро ҳамеша ба роҳи рост ҳидоят менамояд хеле зиёд ба назар мерасад. вақте ки мо ба донишҷӯён дарс мегузарем, ҳатман ҳамин шеърро мисол меоварем ки Рӯдакӣ дар бораи дониш ки гуфтааст ки гир карданду гиромӣ доштанд то ба санг андар ҳаме бингоштанд, дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. яъне донишро аз ҳама молу сарвати дунё ва меросе ки аз падарон боқӣ мемонад аз ӯ болотар дониста як рӯшноӣ, як ҷавшан, як масалан раҳнамоӣ барои инсоният шуморидааст. ва имрӯз мо ба ашъори Рӯдакӣ назар меафканем дар ҳама жанрҳои шеърӣ, чӣ рубоӣ, дубайтӣ, маснавӣ, қасида, ғазал ё ин ки достонҳо, Рӯдакӣ ҳамтон надорад. рӯдакӣ аз худ мероси гаронбаҳоеро боқӣ гузоштааст ки барои зиндагии ояндаи насли инсон дар рӯи ҷаҳон мактаби панду андарз ва ғуруру хештаншиносӣ аст. ӯ бо эҷодиёти пурмазмуну таъсирбахшаш дар авроқи таърих ҳамчун суханпардози бузургу номвар сабт гардидааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати маърифпарваронаи худ бештар ҷомеаро ба илму дониш андохтан, рӯ ба худшиносиву худогоҳӣ овардан, гиромӣ доштани фарҳанги миллӣ, забони модарӣ талқин мекунад. таърихи беш аз 1200-солаи адабиёти навини тоҷик ки давоми бевоситаи адабиёти қадими он аст, бо номи асосгузори он устод Рӯдакӣ вобаста мебошад. Рӯдакиро муосиронаш ва суханварони баъдина бо унвонҳои ифтихории қофиласолори назми форс, соҳибқирони шоирӣ, устоди шоирон, султони шоирон ва одамушуъаро ёд мекунанд. рӯдакӣ бузургтарин шоири тоҷик аст ки ӯ шеъри нағз гуфтааст. шеъри ӯ шеъри имрӯз аст, дирӯз аст, фардо аст. бо вуҷуди аз қаъри асрҳо омадан, шеъри ӯ то ба имрӯз шеъри ҷовидонӣ, шеъри замонӣ боқӣ мондааст. кас гумон намекунад ки ин шеър асрҳоро тай карда бошад. ҳар кас гумон мекунад ки шоире ҳамин рӯз ҳамин шеърро гуфта бошад. ва шеърҳои ӯ ҳамчун шеърҳои намиранда тамоми мавзӯъҳои умуми инсониро дар бар мегирад. шеъри ӯ шеъри фалсафа аст, фалсафаи зиндагӣ, ишқ аст, ишқу зебоӣ аст, тараннуми баҳор аст, васфи ҳамаи мавҷудоти зинда дар шеъри ӯ баръало мушоҳида мешавад. инчунин панду ҳикматҳои сароидаи Рӯдакӣ то ба имрӯз аҳамияти худро гум накардааст ва дар мавқеи тарбиявӣ ҳар як шахс нақши босазо мегузорад. ҳамаро ба некӯкорӣ, донишандозӣ даъват мекунад. мегӯяд ки ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад, ни бадон чашм кандарӯ нигарӣ. ҳамчу дарёс ваз накӯкорӣ, киштии соз то бадон гузарӣ. чунин мавзӯъҳои накӯкорӣ, донишандозӣ ҳамеша дар шеъри ӯ хубтару беҳтар садо медиҳад. мегӯяд ин ҷаҳон пок хоб кирдор аст, он шиносад ки дилш бедор аст. некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, шодии ӯ ба ҷои тимор аст.
چون نشینی در این جهان هموار که همه کار او نه هموار است. دانش او نه خوب و چهرش خوب، زیشت کردار و خوب دیدار است. شخصی میگد در این دنیا موفق می شود، زندگی خوب می گذراند که همیشه دانش و خرد را اساس زندگی خود قرار داشته باشد و حتما نیکی کند تا نام او جاویدان باشد. عشق انسانی، عشق زیبای حیاتی در شعر او بیشتر دیده می شود. غزلهای او غزلهای روان، ساده و بسیار خوبند که گفته است: گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک ره بر آن قدم بنهی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را. هزار بوسه دهم بر سیهای نامه تو، اگر ببینم بر مهر او نگین تو را. اگر چه خاموش مردم شعر باید گفت، زبان من بروی گردد آفرین تو را. جذابیت شعر و سخن رودکی از زمره مسائلی است که قرنها را عبور کرده است و موقع و منزلتش را در مرحله‌های گوناگون تاریخی بیشتر و بیشتر گذاشته است. او چهره ناتکرار ادبیات تاجیک است و هنر و استعدادش سحرآفر و معجزه آفر است. شعر رودکی بود که امیر پوشیدن کفشش را فراموش کرد و راه به بخارا پیش گرفت. نقش رودکی در شناخت اصالت ملی و رشد و تحکیم زبان فارسی تاجیکی تا به درجه بزرگ است که حتی این کلام ناتکرار را گاها با نام زبان رودکی نیز یاد می‌کنند. وصف بزرگی و اشعار پرمضمون استاد رودکی در ایجادیات ادیبان در هر یک دوره بی‌واسطه نمودار است. شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی در وصف رودکی گفته است که اگر زمان حیات و دوره رودکی سپری شده باشد هم، ولی درک مفهوم، مضمون اشعار و زبان ناب و عامه فهمی رودکی تا ابد پاینده و زنده است. بهار زندگی هرگز نمیرد، دیار کودکی هرگز نمیرد. زمان رودکی بگذشت و طی شد، زبان رودکی هرگز نمیرد. گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری. شعر او را برشمردم 13,000,000، حیف و زون آید اگر چنان که باید بشمری. تنهایی بجا آمد خدا را همدمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی بجا آمد خدا را همدمی. چشمی آسایش که دار
احوال بین خندید گفت صبر روز بولجب کار پریشان عالمه سوختم در چاه صبر از بحر آن شمعی چگیل شاه ترکان فارغ است از حال ما که رستمه سوختم در چاه صبر از بحر آن شمعی چگیل شاه ترکان فارغ است از حال ما که رستمه آن کس که شعر داند داند که در جهان صاحب قران شاعران استاد رودکی است. چون تیغ به دست آره مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بحر ستمگاران کردن، انگور نه از بحر نویز است به چرخوش. بینندگان عزیز، اولین باغ فرهنگی و فراغتی در جمهوری تاجیکستان سال 1932 تأسیس داده شد و نهایت سال 2008 به نام استاد ابوعبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک نامگذاری کرده شد و امروز که 22 سپتامبر است، روز سالروز این استاد زنده یاد، ما نیز تصمیم گرفتیم که بخش سیر دیار را دایر به این باغ تاریخی برایتان معلومات دهیم.
توجیکستان دارای منظره‌های زیبا و ناتکرار است که قلب هر بیننده را به خود تسخیر می‌کند. یکی از این مکان‌ها این باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد ابوعبدالله رودکی است. باغ استاد رودکی یکی از مکان‌های تاریخی و زیبای شهر دوشنبه به شمار می‌رود. این مکان نه تنها برای استراحت ساکنان و مهمانان خدمت می‌کند، بلکه یک گوشه فرهنگ و تاریخ نیز به حساب می‌رود. باغ در مرکز شهر جایگیر بوده سال 2008 به نام استاد سخن پایه‌گذار ادبیات فارسی تاجیکی ابوعبدالله رودکی نامگذاری شده است. هنگام وارد شدن به این باغ اولین چیزی که دقت را جلب می‌کند مجسمه پرشکوه استاد رودکی است. این مجسمه رمز احترام تاجیکان به میراث نیاگان و بزرگی سخنور است که با شعرهای پرحکمت خود معنویت خلق ما را بالا برده است. مجسمه با صنعت عالی هیکل تراشی ساخته شده است و در اطراف آن میدان فراغتی با گلها آرا یافته است. در داخل باغ راهروهای وسیع، درختان سرسبز، گلهای رنگارنگ و ایوانها جایگیر شده‌اند. حوضها با فواره‌های آبی سیمای باغ را باز هم دلفریب می‌گرداند. امروزها باغ به نام استاد رودکی نه تنها میدان سیر و گشت ساکنان بلکه یکی از مرکزهای فرهنگی در شهر دوشنبه می باشد و چاره‌بینی‌های فرهنگی نیز در این باغ دایر می گردند. مهمانان داخلی و خارجی با ذوق بلند از اینجا دیدن می نمایند و با تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک بیشتر آشنایی پیدا می نمایند. ای از گل سرخ رنگ بی برده و بو، رنگ از پی رخ ربوده بو از پی مور. گل رنگ شود چرو شوی همه جوی، مشکین گردد چمو فشانی همه کوی. گل رنگ شود چرو شوی همه جوی، مشکین گردد چمو فشانی همه کوی. زلفش بکشی شبی دراز اندازه، بر بکشای جنگلی باز اندازه. زلفش بکشی شبی دراز اندازه، بر بکشای جنگلی باز اندازه. بر پیچ و خمش زی یک دیگر بکشاید، دامن دامن مشکی تراز اندازه. ور پیچ و خمش زی یک دیگر بکشاید، دامن دامن مشکی تراز اندازه. دریای حسن و لالت مرجان، زلفت انبر صدف دهن دور دندان. روی
دریای حسن و لالت مرجان زلفت انبر صدف دهن دور دندان ابرو کشتی و چینی پیشانی مات گردابی بلا غبغب و چشمت توفان ابرو کشتی و چینی پیشانی مات گردابی بلا غبغب و چشمت توفان ای از گلی سور رنگ بی برده و بو رنگ از پی رخ ربوده بو از پی موی گل رنگ شود چروشوی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کو گل رنگ شود چروشوی همه جوی مشکین گردد چمو فشانی همه کو مشکین گردد چمو فشانی همه کو تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی نیاز مردمان بخردند در هر زمان راه دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بنگاشتند دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است خنده هم داروست انسان را طبابت میکند آدمی با خنده حضور و حلاوت میکند متخصصان به آن نظرند که خنده میتواند عمر انسان را دراز نماید. بله بینندگان عزیز وقت نوبتی برنامه تبسم سحر عنوان گرفته است. بیاید با هم تماشا میکنیم و لحظه فراغت میکنیم. الو گلو جون پدرت اومد دماغش چاق نسترینش اوه زور خوزیانه سیب خورده شده است اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم دو مرچه آمدن خب پسی دروازه انتظار و ایرا هم دعوت میکنم اول دیلی پدرت یابم بعد دو مرچه آمده دعوت میکنم خدا معقول شود خدا معقول دانده کن مرش دختر جان وای گل روی یکی منی ولی ریانکه نوش من نوشیدم چهارده من نوشیدم دتا جانش همون جوان آمد جوانی که کی؟ گل به جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است کن همین جوانه اگر راضی باشید چی مقصد و نیت؟ اگر مقصد است گل جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا فهمو مالش کوی بیاد یک بینیم داماد توره رو ما آدم خور نکو فقط عصبی نشوید یک تشه سیبقتی زده بوده دیگر همه خیل راهی خانمان رو فراموش کرد حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید دادا جانکش عصبی نشوید خانه داری؟ لبه کاری خانه داری؟ نه ندارم و از بزرگان نظر کردن صاحبی خانه میشی ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم از بزرگان یک نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی ماشین هم میشی اقلا دیپلم معلومات داری؟ یگان هنر داری؟ نه ندارم خیلی از بزرگان نظر کردن دستگیری کردن صاحبی معلومات هم میشیم هنر هم میشیم دیپلم هم میشیم همه از بزرگان دکم یا نظر
دادا جانکش من فطیر گرم پخت آوردم نه وکک از تنور کندم خیر دو موت شونده چی خیل معقول شد جوانی بد نه نه جوانی بد نه ورودی ما دا معقول شده سای ما را عزیز و بزرگا گفته سای آفرین خان تا بزن براوز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. هر کی ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. جای دیگر استاد ابوعبدالله رودکی چنین نوشتند: این جهان را نگر با چشم خرد، نه بدان چشم کاندران نگره. همچو دریاست از نکوکاری کشتی احساس تا بدان گذره. بیننده عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان را با پیشنهاد چنین پارچه های شعری از سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک استاد زنده‌یاد ابوعبدالله رودکی به انجام می‌رسانیم. بله بینندگان گرامی، مدت با برنامه فرهنگی و فراغتی صبح ختلان مهمان کاشانه های شما بودیم. در انجام به همه شما پیش از همه سلامتی، سعادتمندی، پیروزی و موفقیت ها را تمنا داریم. تا صبح دیگر، خیر عزیزان.
رسیده بر سری من، بر سرای من. وقتی ناسازی چو سازی من، نوای من. وقتی بیماری من، همچون دوای من. کرده ای عمری جوانت را فدای من. پیشوای ملت من، پیشوای من. راه ساز و ره گشا و رهنمای من. پیشوای من، هم صدای من. پیشوای من، هم صدای من. در عالمی فانی وفای من. پرده بالا در این دنیا بهای من. با دعای من رسیده از خدای من. میهنم را کرده ای جنت برای من، جنت برای من. پیشوای ملت من، پیشوای من. راه ساز و ره گشا و رهنمای من. پیشوای من، هم صدای من. از تو باشد نوری نو در خاندانی ما. قدرتی نو، زوری نو در جسم و جانی ما. آسمانی صاف و بیغش، آسمانی ما. راه ساز و ره کشا و رهنمای من. پیشوای ملت من، پیشوای من. پیشوای من. ای پیکاری وطن مایاورت هسته. ای پرو بالی وطن بالو پرت هسته. در همه کاری نجیبت در برت هسته. پیشنوین پیمان و عهد این رای و روی من. این رای و روی من. این رای و روی